ناحیه اون وقت لنین امروز رودکی بودن و همه اینا در پیش چشم من آغاز یافتگی است. ما در همون وقت با وزیر کارهای داخلی اون وقت نوجوانوف شخصا معلومات های خطی با تمام دلیل‌ها با تمام سندها پیشنهاد کرده بودم که تشکیل دهندگان همین واقعیات ها کیها هستند اصلا اینا خودش همش عامل های داخلی داشتن. از آن جمله در داخل تاجیکستان قوای پیدا شدن که روند منبعد دولتداری در تاجیکستان خواهان به دست گرفتن داشتن. از آن جمله حزب دموکراتیک جمهوری تاجیکستان بعد در اینجا پیدا شد لالی بدخشان، رستاخیز، یعنی دیگر گروه پیدا شدن که در مجموع با هم عقیده بودن، گرچه که جریان‌های گوناگون افکار عمومی سیاسی یا جامعه تاجیکستان بودن. خب من بغیر از این در اینجا حزب نهضت اسلام و دیگر قوایی که در اطراف نهضت اسلام پیدا شدن خب اینا اندیشه های دیگر را داشتن. یعنی چی گویم ده؟ رهبری تاجیکستان را به دست گرفتن و روند سیاست جمهوری تاجیکستان را با دیگر راه برای تمایل با اسلام کرانی جمهوری تاجیکستان روانه میکردن شدن. در داخل با دیگر قوایی بودن که نه جانب طرفدار نهضت اسلام بودن، نه جانب لالی بدخشان یا رستاخیز یا که حزب دموکراتیک جمهوری تاجیکستان. اینا قوایی بودن که نمیخواستن که همون روند پیشتر جمهوری یعنی خللدار کرده شد. میخواستن که در داخل یک مملکت باشند، در داخل مملکت بزرگ اتحادیه شوروی. با دیگر قوایی بودن که نه این چیزا میخواستن نه اون چیزا میخواستن. برای من در داخل برخورد پیدا شد. این برخورد اولین زمینه بود که در شخصیت یا در شکل واقعات ماه فوریه سال 1990 با درگیری‌های منبعد در جمهوری تاجیکستان زمینه گذاشت. یعنی از یک طرف ناعوده برای رهبریت آن وقته حزب کمونیست جمهوری تاجیکستان، آن وقته پرزیدنت گویم آن وقته جمهوری تاجیکستان قار محکم، آن وقته حکومت جمهوری تاجیکستان ناعوده برای آنها برای درگیری‌های داخل اینا یک زمینه دیگر گذاشتن. اینا نتوانستن که مردم بگویند که برادران ما انمین راه را انتخاب میکنیم. یعنی نتوانستن که هم قوای پیشبرنده دیگر قوای باقیمانده را از پشت خودشان برند. از همین همه جانب قوای درگیر استفاده برده تانستن و این قوایی که در داخل تاجیکستان بودن بعدا قوایی که با دیگر مخالف شدن یا بعدا با حکومت جمهوری تاجیکستان مخالف ایستادن، اینا حتما از سبب اینکه بعضی مادی تکنیکی بعضی مالیوی خب عقیده های سیاسی با قوت نداشتن، در شکل یک برنامه نداشتن که تاجیکستان چگونه اصلاحات سرانده شد. همه اینا رو به طرف بیگانه آوردن که رو به طرف حزب اسلامی افغانستان، خب که به طرف ایران، خب گروه هایی که سابق گروه دیگر یعنی گروه حکومتی و قسمی دیگری مردم رو بر روسیه و در روسیه یک تکیه‌گاه خودش جست. در نتیجه همین برخوردها یعنی آنچه که ناراضی‌های در داخل بودن و قوای داخلی بودن از جانب دیگر مردم، از جانب دیگر جمهوری دیگر دولت‌ها در شخصیت خودشان یک دستگیر پیدا کردن.